درود و وقتتان بخیر. به مهمترین های این ساعت خبر از یک با من همیرا یوسفی خوش آمدید. مسئولان موزیم ملی میگویند که پس از روی کار آمدن حکومت امارت اسلامی شمار بازدید کنندگان این موزیم افزایش یافته و همه روزه نزدیک به 150 تن از این موزیم دیدن میکنند. به گفته مسئولان شمار بیشتر آنان محققین داخلی و خارجی بوده و قرار است تا چند روز دیگر نمایشگاه آثار هنری در این موزیم نیز برگزار شود. رهبران 9 کشور عضو اتحادیه اروپا مشمول فرانسه و ایتالیا خواستار برقراری آتشبس فوری در خاورمیانه شدند. این کشورها در یک اعلامیه مشترک پس از نشست قبرس بر ارسال کمک‌های بشردوستانه به لبنان نیز تاکید کردند. این درخواست برای برقراری آتشبس در خاورمیانه در حال مطرح می شود که اسرائیل هشدار داده بود ذخایر نفتی ایران را مورد حملات خود قرار می دهد. امارت اسلامی از اظهارات مدیر امور بین المللی شورای فدراسیون روسیه در امور افغانستان استقبال کرده است. معاون سخنگوی امارت اسلامی میگوید که گفتگو با کشورهای منطقه برای تامین صلح و ثبات مهم است و در همین حال مقام روسیه تاکید کرده که همزمان معاون وزیر خارجه تاجیکستان در نشست امنیت منطقه آسیای میانه در آن کشور گفته که فعالیت گروه‌های هراس افغان و افزایش قاچاق مواد مخدر در افغانستان نگران کننده است. همزمان با روز جهانی دختر شمار از سازمان‌ها بار دیگر از امارت اسلامی می‌خواهند که رویکرد خود در برابر زنان در افغانستان را تغییر دهد. روزا آتونبایوا فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در افغانستان به مناسبت این روز از ادامه محدودیت علیه دختران افغانستان ابراز نگرانی کرده است. همچنان صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل در صفحه یکسش نوشته که دختران نیازمند اقدام جمعی هستند تا از حقوقشان محافظت شود. نخستین جشنواره چهارمغز در ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا به ابتکار ریاست اطلاعات و فرهنگ این ولایت به هدف حفظ ارزش‌های فرهنگی برگزار شد. برخی از شاعران و نویسندگان برگزاری این گونه جشنواره‌ها را در رشد میراث‌های فرهنگی کشور مؤثر می‌دانند. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت امور خارجه در خبرنامه‌ای گفته است که امارت اسلامی حملات افراد مسلح ناشناس به کارگران معادن زغال سنگ در منطقه دوکای بلوچستان را به شدت محکوم می‌کند. آقای بلخی از دولت پاکستان خواست که اقدامات لازم را برای جلوگیری از چنین رویدادها اتخاذ کند. وی گفته که کنسولگری امارت اسلامی در کویت تسهیلات لازم را برای تشییع جنازه کارگران افغان و انتقال آنان به کشور روی دست گرفته است. این در حال است که در پی حمله افراد ناشناس بر کارگران این معدن با شمول 4 شهروند افغان 20 تن دیگر نیز کشته شدند. وزارت اطلاعات و فرهنگ اعلام کرده است که آژانس همکاری ترکیه به زودی کار بازسازی خانقاه پدر مولانا را آغاز می‌کند. این وزارت در شبکه ایکس خود نوشته که آکین اردوغان رئیس آژانس همکاری و هماهنگی ترکیه در دیدار با عتیق الله عزیزی معین فرهنگ و هنر این وزارت از آغاز زودهنگام کار سروی بازسازی مدرسه و خانقاه پدر مولانا در ولایت بلخ خبر داده است. این وزارت همچنان نوشته که آکین اردوغان در این دیدار قول داده است که در زمینه تجهیز آرشیو ملی، هنرستان و کتابخانه‌های عمومی همکاری کند. خانقاه بهاءالدین که برخی مورخان آن را زادگاه مولانا جلال الدین بلخی می‌دانند، به دلیل اهمیت تاریخیش سالانه پذیرای صدها گردشگر داخلی و خارجی است. مدیر عمومی اتباع و پناهجویان خارجی خراسان رضوی ایران اعلام کرده که در 6 ماه نخست سال جاری خورشیدی 270,000 تن از آن کشور اخراج شدند. حسین شرافتی راد افزوده که هیچ شهروند قانونی و غیرقانونی افغان حق بود و باش و کار در 7 شهر مرزی این ولایت را ندارند. با این حال آگاهان مهاجرت میگویند که وضع ممنوعیت‌ها بر پناهجویان قانونی افغان در ایران سبب شده است که سبب بیشتر شدن فشارهای اقتصادی و اجتماعی بر آنان شده است. این بود مهمترین های این ساعت خبر از یک. وقت خوش، خدا نگهدار.